دوباره پامچی بچستین هستم و امروز قراره با هم دیگه بریم یه پارت، یعنی پارت دوم بازی سیمیلیتور رو بازی بکنیم. سیمیلیتور فکر کنم اسمش، آره بریم بازی بکنیم و لیتس گو. خب از اینجا سیوش کرده بودیم بازی و بله خیلی زیبا و ایزی. This is an automated message for all patients who attempted to use an alternate pathway to access the next phase of Somnasculpt therapy, but who have become trapped in a dream state paradox instead. Your decisions imply a failure of orientation, which reflects negatively on the standard orientation protocol. You will rectify this failure immediately. نایس. اینو بیایم اینجا. اینو فکر کنم باید برد اینطوری که اوه بیبی. تو هم بیا اینجا. اینو میخوام خیلی بزرگیش کنم آقا. اینو میخوام خیلی بزرگیش کنم. اوه نایس. جی جی بویز. اینجا باشید. پشمام. What the fuck man. Professional tip: the average adult can only withstand 3 to 5 dreams per night. Once this threshold is eclipsed by entering more dreams, your mind will suffer an explosive mental overload, reorienting you for the emergency exit protocol. Please subject yourself to explosive mental overload. یعنی من دکم تو این بازی نمیشه برداشتش. دک تو این بازی، دک قشنگ تو این بازی. چه بازیه؟ what the fuck. یارو کسخل بوده. فکر کنم یارو نشسته بوده داشتی که هفت دستی میزده. what. اوه نایس. پشمام. باید بریم اونجا فکر کنم دیگه. آره یه بود مثلا نشد. چیکار بکنم؟ میخوام برم این بالا داداش. چیکار باید کرد در این بازی، در این قسمت؟ پشمام. ولی اینا اوهو کنم باید بزنیم شیشه رو بشکنیم ها. اینو بدیم اون پایین. بیا پایین تر. همینجا. تم برو اون تر. تو هم بیا این پایین. قشنگ بیا این پایین مد شو باش. باید بریم. فاک تو این بازی. دک جانی سینز تو این بازی. چک بازی. What the fuck. پشمام. اینو نگاه. نایس. دیدی برو. پشمام. چه بازی قشنگیه. من عاشق این بازی هم.
Please exit this dream as soon as possible. نشد پشمان. بریم بالا همین. ای بابا ما دا فاک بیبی. اینو بچین آقا، بچین اینجا، بچین بینم، بچین. برو دیگه الان دیگه اینو ساندویچ برات چیدم. پشمام بابا ترسیدم چرا اینطوریه این؟ What the fuck man؟ What the fuck man؟ اینجوری هیچ چیزی برای نمیشه داشت. نه دیگه درم بسته است. اوه فاک دیگه هم نمیشه برداشتش. ما بریم اون بالا. اینجا اومده بودیم. ما الان نورمون یکم تغییر کرد. نورم خاموش شد. بذار بهتون بگم درسته چون خاموش شدش. بعد تیر خورد تو همه چی و یعنی چند دقیقه ویدیو رفتش. حالا is Dr. Glenn Pierce. Mr. Dr. And Glenn. despite touring Mr. the Dr. waterfall Glenn. surroundings out at the Woo! previous Yes, section baby. you've just completed, Johnny. you may still be Johnny experiencing کجایی؟ feelings Johnny of داخل. worthlessness and self-doubt. Why do I feel like everything is going Johnny. wrong, even when the Pash. sun is shining? جانی داخلی؟ جانی نیخته. بازی داره ترسناک میشه. The fuck man. جانی تگزاس کجا بود؟ اوه پشمام خون داداش ناموسم. خون چی؟ بعد بازی بچه لگ هم گرفته. مشکل سیستم من نیست بازی لگ گرفته کلا. What؟ جانی بیارش بیرون علی تگزاس حسن اوه What؟ Holy Jesus Christ. Yeah man. اینو بلد اینو یادم نه پشما. خون اصلا این بازی کری میاد اینجا نگاه. یه سیبه میگی داره ترسک میشه که این پشمای واقر. پشمای جانی سینزی نشد بسته. پشمای جانی سینزی کنم اون مرد بریم ها. جانی تگزاس نو من بکنم باید بپریم از اینجا. واو بیبی واو فاک
جانی تکساس رو بیاریم بر جانی ننه وایدم جانی چطوری بریم اون بر این بری باید بریم پشمام اینجا راه بوده من داشتم این میپریدم پشمام بیبی باش از خواب Hello, my name is Dr. Disco Glenn here. Pierce, and I'd like to What talk more about the the feelings of worthlessness fuck, and self-doubt man? I mentioned before. You feel this way because you want the kind Whoa. of happy life you see all around you. پشمام فکر کردم And دارم you نگاه know میکنم everyone else is enjoying الان it. میزنه واقعی نگاه میکنم And that's exactly why we're here to help. کمک What the fuck man اینا میگه این وری داداش حداقل این نور بده به ما چشام کور شد بس ببینم Stop man بیرون بابا همینو برو داخلش دیواره فاک تو این بازی Warning. You are advised to subject yourself to explosive mental overload by descending into additional dreams, but have now descended into a dream within a dream instead, disorienting yourself even further. You are responsible for failing to make this crucial distinction. Fuck man نمیشه برد بچه مرسی که ویدیو تا آخر دیدید لایک سابسکرایب یادتون نره کامنت یادتون نره باشه که ویدیو یکم طولانی شد و تا ویدیو بعدی میبینمتون خدا نگهدار